آنچه گذشت. توی قسمت قبلی فیچری رو به بازیمون اضافه کردیم که کاراکتر بتونه اتک بزنه و دشمنان احتمالی که در مسیرش میبینه رو از بین ببره. امروز میخوایم اولین دشمن بازیمون رو اضافه کنیم. با پیاده سازی این قانون دشمن یا انمی توی نقاطی که ما میگیم ظاهر بشه و اگه بهش برخورد کردیم از نوار سلامتیمون کم بشه. تا 3 بار مجازیم بهش برخورد کنیم و اگه بار سوم برخورد کردیم بازی تموم میشه. خیلی خوش اومدید به قسمت سوم از این سری ویدیو. امروز میخوایم یک انمی به بازی اضافه کنیم و انمی توی یک نقطه خاصی یا توی نقاط خاصی از بازیمون اسپان بشه و اگر کاراکتر ما بهش برخورد کنه از جونش کم بشه و خب چند بارم اگه برخورد کنه خب بازی کلا تموم میشه. من برای انمی یک همچین کاراکتری رو انتخاب کردم که استفاده کنیم. خب اینم که خود سامورایی ما بود. انمی ما هم یه نوعی حالا سامورایی هستش که برای بازی میخواد استفاده بشه. من خیلی سریع میرم سراغ فایل گیم پلی و میخوام که گیم پلی رو یه خورده تغییر بدم تا بتونیم این کاراکترهامون رو اضافه کنیم. از همین بالا که به عنوان یک صفت من کاراکترها رو به عنوان یک لیست ذخیره میکردم، میخوام بیام و دیتا استراکچرش رو تغییر بدم. یعنی ساختار داده‌ای که قرار کاراکترهای ما رو ذخیره کنن رو یه تغییر بدم. از این دیکشنری استفاده میکنم. میگم که مثلا من یک کاراکتر مین دارم یا یک کاراکتر اصلی دارم که میخوام یک همچین شکلی داشته باشه. دوباره خودش یک دیکشنری هستش، یک آبجکت داره که این آبجکت فعلا نان هستش. چی اینجا میاد قرار میگیره؟ همون آبجکت واقعی که از کلاس کاراکتر ساخته میشه. یک فایلی داشتیم به نام character.py که یک کلاس کاراکتر بود. آبجکت هایی که از این ساخته میشن رو میخوام اینجا من ذخیرش کنم توی کلید آبجکت برای کلید مین که توی وریبل self characters ذخیره شدن. در قسمت بعدی میخوام موو دیوریشنش رو شخصی سازی کنم. بگم کاراکتر اصلی من موو دیوریشنش دقیقاً همین 0.9 ثانیه هستش، چون هر کاراکتر هم بعد میتونه اون زمان حرکت و اتک زدن خودش رو داشته باشه. ما اینها رو توی پارت قبلی اضافه کردیم. انمی هامون ممکنه که سرعت های مختلفی داشته باشن، ممکنه که اتک زدن های مختلفی داشته باشن، پس طبیعیه که تایمینگشون هم باید شخصی سازی شده باشه. برای همه نمیخوایم یه تایمینگی در نظر بگیریم و اتک دیوریشنش هم میذارم رو همون 0.4 ثانیه بمونه و یه دونه HP هم براش در نظر میگیرم. HP که همون سلامتی کاراکترها داخل بازی ها هستن که در حالا شروع بازی به صورت دیفالت همشون 100، یعنی اون خونشون، اون میزان سلامتیشون 100 هستش. خب با این دو تا کاری ندارم، میتونم فعلا پاکش کنم. یه کاراکتر اصلی داریم، یه سری هم میتونیم که انمی داشته باشیم یا من اسمشو بذارم انمیز و ببینیم که اوکی آره خوبه انمیز دشمنان، که این دشمنان ما یک لیستی هستش، لیستی از آبجکت ها. کاراکتر اصلی ما چون یه دونه کاراکتر بود یه دونه آبجکته، دشمن های ما لیستی از آبجکت ها هستن. یعنی من همین رو میتونم کپی کنم بیارم اینجا. حالا برای اینکه یه خورده مرتب تر بشه من اینا رو مثلا کنار هم بنویسم که هر کدوم از اینها موو دیوریشن و اتک دیوریشن های خاص خودشون رو دارن و یه آبجکتی هم دارن که حالا بعد اضافه میشه. به این ترتیب مثلا ما ممکنه که چند تا انمی داشته باشیم، چند تا آبجکت دارن. خب که هر کدوم از اون آبجکت ها هم باز کلاس آبجکتی از کلاس کاراکتر ساخته شده اینجا قرار میگیره. حالا من اینها رو میام کامنت میکنم، یعنی به عنوان یک پلیس هولدر فعلا اینجا قرارشون دادم. کاری که میکنم فعلا مشخصات شما رو کامنت میکنم که یک دیکشنری خالی باشه، شما هم یک لیست خالی باشه. خب چون میخوام با متد اضافه کردن اینها اضافه بشن، همون اول نمیخوام خودم چیزی رو دستی اضافه کنم. بیایم سراغ پس متد اد کاراکتر ما که اینجا میومد و اضافه میکرد. من میگم که خب شما یه دونه کاراکتر که گرفتی یه دونه تایپ هم بگیر که تایپ من مشخص کنه انمی یا کاراکتر اصلی هستش. حالا میام اینجا مثلا یه مچ کیس میزنم، میگم مچ کن روی اون تایپی که دریافت شده. اگر کیس مین بود یعنی کاراکتر اصلی میخواد اضافه بشه. خب به سلف دات کاراکترز دیگه نمیتونم بگم اپند کن، میگم برو توی کلید مین و این آبجکت رو برای من بساز. خب همونجا مشخصاتش هستش. میگم آبجکت شما همین کاراکتریه که داره میاد، چون یک نمونه کاراکتر ساخته شده از کلاس کاراکتر هستش. موو دیوریشن شما اینجا بهش میگم که 0.9 هستش و البته اینو با داخل یه دونه استرینگ بذاریم. میتونیم اینو اصلا بیاریم پایین بنویسیم که یه خورده بهتر باشه، یا اصلا همینو من کپی کنم
که دیگه کار ما سریعتر بشه. به این ترتیب فقط از کامنت درش بیارم و خیلی هم عالی و بگم شما کاراکتری که دریافت کردی میاد اینجا و تمام. پس کیس مین ما ساخته شد. حالا میایم کیس بعدی رو میسازیم. میگم کیس انمی، یعنی یه دشمن میخوام اضافه کنم. اینم بیارم بالا که خورده مرتب تر بشه. خب برای کیس دشمن هم همین کار رو انجام میدیم. فقط میگم که جناب سلف دات کاراکترز شما برو سراغ دشمن ها و اپند کن. چرا اینجا اپند کردم؟ چون قرار شد یک لیست باشه. خب یک لیست باشه که آبجکت میخواد اینجا بهش اضافه بشه. باز من همینو میتونم کپی کنم چون شبیه هم هستن و فقط ببینیم که چه اتفاقی افتاده. اپند کن یک دیکشنری. پس من کامل کپیش کنم. این علامتم نمیخواد و ببینیم که یه جا داره ایرور میده. ببینم که مشکلش حل میشه یا نه. آره حل شد. خب باز و بسته شدن نماد دیکشنری هم قرار دادیم. حالا برای اینکه بازی خورده خوشگل تر بشه میتونیم که اینو بیاریم سر خط و شمارم حالا دیلیت کنیم که بیاد و بقیه بیان اینجا. خب حل بهتر شد. شما هم بیا پرانتز بالا که یک لیستی هستی که اینها دارن اپند میشن. پس لیستی از دشمنان که آبجکت کاراکتر رو میگیره. دشمنم همون کاراکتر هستش که فرقی که نداره. اینجا موو دیوریشنش رو حالا فعلا میتونیم هیچی تعریف نکنیم، بذاریم 0. اتک دیوریشن هم 0 چون برای دشمن فعلا نمیخوایم حرکتی رو قائل بشیم. و بیایم پس متد اد کاراکتر ما هم ساخته شد. همینجا من میتونم بیام سراغ فایل main.py. همینجا داره به من ارور میده. میگه آقا تو متد اد کاراکتر تو یه خورده تغییر دادی. میگم که آره من یه دونه تایپ اضافه کردم به نام مین. پس الان مشخص شد که من کاراکتر اصلی خودم رو اینجا اضافه کردم، فقط یه دونه آرگومان بهش ارسال کردم. به این ترتیب پس لیست دشمنان هم که داریم و من چون ظاهرش حساس هستم بذارید اینو یه خورده بیاریم پایین‌تر که مرتب بشه. اینم بیاد پایین و دیگه مشکلی نیستش. کاماهای اضافی هم پاک کنیم و تمام. خب اینم اینجا دیگه عالی شد. خب بیایم سراغ متد پلی و حالا متد پلی رو باید یه خورده تغییر بدیم. الان هیروی ما دیگه سلف دات کاراکترز 0 نمیتونه باشه. مین میاد اینجا قرار میگیره از دیکشنری کلید مین. این کاراکتر ما میاد قرار میگیره و حالا باید بیایم و این دشمن ها هم اسپان کنیم داخل نقشه، داخل مپ بازیمون، به بازیمون اضافه کنیم. من میام اینجا یه صفت دیگه در نظر میگیرم. میگم سلف دات مثلا اسمشو بذاریم اسپان پوینتس، نقاطی که میخواد بیاد و کاراکترها ظاهر بشن. به صورت تاپل وارد میکنم. مثلا نقطه 43 و 0 یعنی x 43 y 0 یه دشمن بیاد قرار بگیره، 63 و 0 یه دشمن بیاد قرار بگیره و 83 و 0 هم یه دشمن بیاد قرار بگیره. اون نقاط اولی x دومی y هستش یا اون y مختصاتی ما هستش. میام چه یه متد اضافه میکنم برای اینکه بتونه قابلیت اسپان کردن انمی ها رو برای ما فراهم کنه. میگم دیفاین کن، مثلا اسمشو بذارم اسپان انمی. شما هم سلف میگیری و میگم به ازای هر پوینتی که داخل سلف داد اسپان پوینت اون بالا تعریف کردم. یک لیستی از تاپل ها بود که نقاط رو گفتم. واسه روی حلقه میتونم بزنم به ازای هر پوینتی که اونجا هستش یه دونه انمی برای من بساز از کلاس کاراکتر. خب ما اینجا کاراکتر که نداریم، پس میام میگم که from character import کن کاراکتر. کلاس کاراکتر رو از این فایل من اضافه کردم. خب میگم پس شما یه دونه انمی بساز از جنس کاراکتر هستش. اسمش چیه؟ میگم اسمش انمیه، مثلا انمی 1 چون عکس ما هم گذاشته بودم انمی 1. حالا ممکنه ما چند نوع انمی داشته باشیم. میگم انمی آندرلاین 1 اسمش هستش. نقطه ایکسش رو من کجا بذارم؟ میگم برو همین پوینتی که داری میاری از این پوینت نقطه صفرمش رو بردار بیار، یعنی اولین ایندکس رو بردار بیار. به عنوان وای هم برو پوینت 1 رو بردار بیار. خیلی هم عالی. ایمیجش رو چی بذارم؟ میگم خب مثلا ایمیجش رو بذار همین انمی 1 دات مثلا png. همین عکسی که اینجا آوردیم رو خیلی ساده فرض میکنیم که میاد و اون عکس رو لود میکنه. انمی رو میارم و بعد میگم self dot add character. این انمی که ببین میگه یه کاراکتر میخوام، میگم این آبجکتی که ساختی رو بهش پاس بده. یه تایپ هم میخواد، میگم تایپش انمی هستش که وقتی این فراخونی میشه میاد یه همچین آبجکتی رو ازش میسازه. خیلی هم عالی. ما
انمی هامون رو اسپان کردیم داخل بازی. حالا برای اینکه وقتی پلی میکنیم انمی های ما بیان توی بازی قرار بگیرن، میام متد رو فراخونی میکنم به همین راحتی. پس دیدید چقدر راحته. من یه متد رو تعریف کردم، حالا وقتی متد پلی میشه میاد اینجا فراخونی میشه. کاراکتر اصلیم هم که دارم و الان هر موقع پلی کنم انمی ها داخل بازی هستن، اما هنوز هیچ منطقی نیستش. انمی اضافه شده، ولی خب بیایم یه بار تست کنیم. من بازی رو میارم بالا. اول اینجا داره یه دونه ارور از من میگیره. بیایم ما دوباره این اینترپرترش رو یه چک بکنیم ببینیم که از ENV ما لود کنه. یه CLS بزنم، یه بار دیگه رام بگیرم کد رو. اوکی شد. و داشت میگفت از اون انوایرمنت که اینجا نصب کردی استفاده کنم. گفتم آره از این استفاده کن. خب بیایم دی رو من حالا چند بار نگه دارم، باز داره کار میکنه. آها یه ارور دیگه. خوب شد که دیدیم. میگه اون آبجکت دیکشنری که ساختی نمیتونه بره به سمت راست. بیایم سراغ گیم پلی دوباره. خوب شد که این ارور رو همینجا دیدیم. من هیرو رو رفتم گرفتم، بعد گفتم هیرو دات والک رایت. هیرو مگه قرار نشد یک دیکشنری باشه؟ این آبجکت ما کلا یه دیکشنری بود، داخلش یه آبجکت داشت، یک کلید آبجکت داشت. پس من اینجا باید بگم که شما وقتی رفتی هیرو رو گرفتی برو سراغ آبجکتش، چون آبجکتش یک کاراکتر هستش و الان این مشکل ما هم حل میشه. پس گفتم برو سراغ اون دیکشنری که گرفتی، با کلید آبجکت تازه به خود اون کاراکتر دسترسی پیدا میکنی، به این کلاس دسترسی پیدا میکنی، البته به آبجکتش. خب یه بار دیگه کد رو تست کنیم. من رو دی میزنم، باز هم ارور میده، میگه موو دیوریشن رو تعریف نکردی. خب بریم یه ارور دیگه شو با هم رفع کنیم. آها اینو با هم پاک کرده بودیم دیگه. اگر قبول داشته باشید سلف دوت موو دیوریشن پاک شده. خب اینو چجوری میتونیم هندلش کنیم؟ مثلا ببینم میتونیم که از خود همون کلاس استفاده کنیم. بگیم این جناب هیرویی که شما آوردیش اینجا، این جناب هیرویی که شما آوردی که داخل مینم هستش، برو و کلید موو دیوریشنش رو برای من بردار بیار. به همین سادگی. شمارم کپی میکنم. پس استپ بای استپ داریم این منطقش رو با هم حل میکنیم. اتک دیوریشن هم کپی میکنم میارم اینجا که این مشکلش هم حل بشه. دقت کنید، باز یه بار دیگه من یادآوری کنم، این هیرویی که من آوردم اگه براتون سواله که چه اتفاقی افتاد، این یه دیکشنریه. با کلید آبجکت به خود آبجکتش دسترسی پیدا کردم، با کلیدهای دیگه به مقادیر دیگه، مثلا موو دیوریشن اون مقداری که داره حرکت میکنه، اتک دیوریشن مقدار خودش، حتی اچ پیش مقدار سلامتیشه، آبجکتش میشه اون آبجکتی که از کلاس کاراکتر ساختیم. خب یه بار دیگه فایل رو تست کنم. خوب شد که به این باگ ها خوردیم. من رو دی کلیک میکنم، الان داره کار میکنه. یه دیلی 9 ثانیه‌ای هم داره. اگه دقت کنید رو دی کلیک میکنم، حدوداً 9 حدوداً که دقیقاً 9 ثانیه است، حدوداً 1 ثانیه طول میکشه که بخواد بیاد به من نشون بده. رو دی همینجوری نگه دارم و کاراکتر من شروع میکنه به حمله کردن. اگه یادتون باشه اولین انمی من روی 43 ریسپان میشد. خب کاراکتر من رفت رو 45. انتظار دارم که یه برخوردی اینجا شکل بگیره و از جون کاراکتر من کم کنه، که این اتفاق نیفتاده. چون من بهش نگفتم، فقط گفتم انیمیا رو بیار داخل بازی. اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته رو هنوز براش تعریف نکردیم. خب بیایم این هم با هم تعریف کنیم. میگم که شما وقتی میای داخل حلقه ترو و یک وایل میزنی، یه دونه انمی رو دریافت کن از سلف دات کاراکترز، از بخش انمیز که یک لیست هستش، برو صفرمیشو برای من بردار بیار. البته با یک شرطی، اگر سلف دات کاراکترز انمیز ما خالی نباشه، یعنی اگر این لیست پر بود برو صفرمیشو بردار بیار. اگه لیست خالی باشه که اصلا به ما ارور میده، میگه که تو اصلا لیستی نداری، یعنی لیست رو داری، آیتمی تو لیست نداری که من برم ایندکس صفرمیشو بردارم بیارم. چرا صفرمی؟ میخوام اولین دشمن رو برای من برداره بیاره، نزدیکترینه به کاراکتر ما رو برداره بیاره. خب اگر پس لیست ما پر بود این کارو کن، در غیر این صورت نان رو برگردون. به همین راحتی. ممکنه براتون سوال باشه بگید که خب چرا همچین شرطی رو گذاشتی؟ آره، توی ادامه این سری از ویدیوها انمی های ما هم باید بمیرن بالاخره دیگه. ما باید یه جوری بهشون اتک بزنیم که اونا هم نابود بشن. پس این شرط لازمه، چون وقتی که انمی ها نابود بشن ممکنه که اون لیست ما تموم بشه، خالی بشه، خالی از دشمن بشه. پس این شرط مهمه که ما رعایتش کنیم. ممکنه که الان تو این ویدیو شما همینجوری هم بنویسید کار کنه، چون بدیهیه من یه سری رو اسپان کردم و همشون تو لیست هستن، اما در ادامه ویدیو یه خورده آینده نگرانه هستش که اینو داریم این شرط رو می‌نویسیم و بهتره که شما هم همینجوری بنویسید. خب حالا بیایم اون شرط رو بنویسیم. بگم اگر قدر مطلق ABS میشه قدر مطلق هیرو، این آبجکتی که داره میاد نقطه Xش منهای اون انمی که این بالا دریافت کرد، اینجا هم هیرو بذارم جای هلپ،
اون انمی که دریافت کردی آبجکتش قرار شد این دوتا یک ساختار داشته باشن دیگه، پس ساختار درسته. نقطه ایکسش خب کمتر از 3 باشه، یعنی اگر من رسیدم به نقطه 40 انمی منم شد 43، وقتی میخوام برم 45 اینجا یه برخوردی رخ میده. خب شما بیا و از هیروی من سراغ اچ پیش مثلا 34 تا از خونش کم کن. 100 نبود مگه؟ فعلا 34 تا کم کن میشه یه عددی، دوباره 34 تا کم کن میشه یه عددی. بار سوم که 34 رو رد میکنه دیگه کاراکتر من میمیره، یعنی اینجوری بهش 3 بار فرصت دادم که 3 بار برخورد کنه، بار سوم کاراکتر من میبازه و بازی تموم میشه. و هیرو آبجکتم نقطه ایکسش رو 20 تا برگردون عقب و حالا مثلا پرینت کن که گیم اوور. خیلی ساده، گیم اوور. و بعد حالا میتونیم که ببینیم که چه اتفاقی افتاده. یه گیم اوور بذاریم. پایین تر هم میتونیم که یه شرط دیگه بذاریم، بگم اگر کاراکتر من HP که داریم هی ازش کم میکنیم کوچکتر مساوی 0 شد، البته اینجا نذاریم گیم اوور، اینجا بذاریم گیم اوور، چون وقتی بازی کاراکتر من خونش کم میشه اینجا گیم اوور بشه. اینجا میتونیم بذاریم که مثلا یک برخوردی شکل گرفته، مثلا بگیم که یو چی بذاریم؟ lost 34 تا HP and were pushed back 20 units. 20 واحد برگشتی عقب. 20 واحد حالا طولی منظورمونه X. اینجا میشه گیم اوور و وقتی گیم اوور هم میشه خب قطعاً توقع داریم که حلقه ما بریک بشه دیگه، این حلقه دیگه نچرخه. اینطوری الان به نظر من منطقش خیلی بهتر شد. بیایم تست کنیم بازی رو. من رو دکمه ران کلیک میکنم، آروم آروم دی رو کلیک کنیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. 5 10 15 یه بار دیگه میره نقطه 20 25 30 نقطه 40 شد 45. دشمن من رو نقطه 43 بود، گفتش که تو 34 تا از دست دادی و 20 تا برگشتی عقب. خب 20 تا برگشتم عقب، 45 بودم، انتظار دارم الان 25 باشم، یعنی وقتی یه بار دیگه دی رو کلیک میکنم باید بره دکمه سی و رفت سی. کاملا درسته. یه بار دیگه چک میکنم 35 40، اگه یه دونه دیگه برم جلو باید به دشمنم برخورد کنم و دوباره 20 تا بیام عقب. برخورد کردم رفتم نقطه 45 20 تا اومدم عقب، یعنی رو نقطه 43 من برخوردم رو انجام دادم. پس الان دوباره اومدم رو 25، یه دونه دیگه حرکت میکنم میشم 30 35. این بار که برخورد کنم کاراکتر من میمیره و بازی تموم میشه، گیم اوور. و اون منطقی که میخواستیم دقیقاً مشابه اول ویدیو. یه بار دیگه براتون پلی میکنم این ویدیو رو که ببینید اون منطقی که میخواستیم رو، لاجیکش رو چقدر راحت با هم دیگه نوشتیم. خب اینم از این قسمت از ویدیومون که ما فعلا فقط انمی رو اضافه کردیم. انمی ثابت یه گوشه واسطاده، ما میریم سمتش بهش برخورد میکنیم و اگر برخورد کردیم از سلامتیمون کم میشه. گفتیم هر بار برخورد 34 تا از سلامتی ما کم کنه و خب 3 بار هم که برخورد میکنیم بهش کلا کاراکتر ما میمیره و بازی گیم اوور میشه، که دلیلش هم این بود چون جونش یا 0 میشه یا کمتر از 0 میشه. چرا 3 بار برخورد میکنه؟ این منطقه از کجا اومده اگر براتون سوال هستش؟ خب ساده است، چون هر بار دارم 34 تا کم میکنم. 100 منهای 34 بیایید اینجا با هم بنویسیم، مثلا کامنت 100 یه بار دیگه 34 تا کم میشه 66 تا. از 66 تا 33 تا کم بشه میشه 33 تا. و البته از 66 تا 34 تا باید کم بشه که میشه 32 تا. و بعد از 32 تا دوباره 34 تا بخواد کم بشه که میشه -2. پس میرسه -2 و بازی تموم میشه. و چون گفتم که اگر کوچکتر مساوی 0 بود، اگر شما اینجا میذاشید 33 ببینید چه اتفاقی میافتاد. خب میشه 100 منهای 33 که اینجا میشه 67. 67 منهای 33 میشه 34. 34 منهای 33 میشه -1. هنوز کاراکتر من زنده است. یک بار دیگه 33 تا کم میشه -32.
و این بار کاراکتر من با 4 بار ضربه میمیره. پس این دست شماست که چجوری تعریف کنید. اگر 50 من تعریف میکردم از 100 میرسید 50، از 50 میشد 0. پس توی 2 بار برخورد میمرد، یعنی بار دوم میمرد. برای همونه که من برگردونم حالت اولیه 34 رو تعریف کردم که بار سوم که برخورد میکنه کاراکتر ما در واقع از بین بره و ببازیم بازی رو. ما هنوز حمله کردن به کاراکتر رو اضافه نکردیم، یعنی کاراکتر رو اضافه کردیم و اینکه به منطق بازیمون که ما حمله کنیم و از انمی ما نوار سلامتیش کم بشه و دمیج بخوره. این منطق رو منظورم هستش که پیاده سازی نکردیم. اینکه انمی هم بتونه به ما دمیج بزنه رو هنوز پیاده سازی نکردیم. یه نوع دمیج که خب درسته بهش صاف برخورد کنیم، یه نوع دمیج هم این است که اون به ما اتک بزنه و کلی فیچرهای مختلف قطعا در آینده اضافه میشه که این برنامه‌مون رو که فقط و فقط کد ساده پایتونی هستش با رعایت شی‌گرایی و نکات دیگه‌اش مثل ساختار داده‌ها که امروز باش آشنا شدیم، یه مروری کردیم که دیکشنری رو چجوری استفاده کنیم و این آبجکت ها چیا هستن. اینها رو داریم کار میکنیم بدون اینکه خودمون رو درگیر کتابخونه‌ای کنیم، فریم ورکی کنیم و کارو ادامه بدیم. یه نکته مهم دیگه که هستش اینه که خب ما قطعا چند نوع انمی الان اومدیم اینجا اضافه کردیم. فعلا فقط ما به اولی خوردیم بازی تموم شده. قطعا ادامه بریم بتونیم این انمی رو حذفش کنیم. اینجوری میشه که انگار مثلا این انمی حذف شده، انمی بعدی ما تو نقطه 63 و 0 هستش، اینم بتونیم از بین ببریم توی نقطه 83 0 هستش. خب طبیعیه که تو بازی ما الان 3 تا انمی اضافه شده ولی فعلا فقط ما به اولی هی برخورد کردیم و بازی تموم شد. اینم از این دیگه، بیشتر از این ادامه نمیدم. فقط می‌خواستم یه جنبندی کلی از این پروژه داشته باشیم. با لایک و سابسکرایب کردنتون حمایت خیلی خیلی بزرگی از این سری از ویدیوها که ایدش تقریبا جدیده، نسبتا جدیدی که استارت زدم میکنید و همینطور از چنل حمایت خیلی بزرگی میکنید و حتما نظراتتون رو بنویسید. اگر سوالی دارید حتما بپرسید زیر در واقع هر کدوم از ویدیوها، سوالات خودتون رو بپرسید بنویسید و نوتیفیکیشن هم روشن کنید که اگر من ویدیو جدیدی آپلود کردم شما اولین نفری باشید که با خبر میشید. حسابی مراقب خودتون باشید. تا قسمت بعدی از این ویدیو میبینمتون.